سلام، امیدوارم عالی باشی. فاطمه هستم، میزبان شما در کانال آرامش روح و معجزه شکرگزاری. مجسم کن که تو تنها آدم روی زمین هستی و در این صورت هیچ انگیزه‌ای برای انجام دادن هیچ کاری نداری. خلق یه اثر نقاشی که کسی نتونه اون رو ببینه چه فایده داره؟ اجرای یک قطعه موسیقی وقتی کسی نتونه اون رو گوش بده چه فایده داره؟ اختراع چیزی که کسی نتونه از اون استفاده کنه چه فایده داره؟ دلیلی نداره که تو از مکانی به مکانی دیگه سفر کنی، چون به هر جا که بری عین همون جایی که هستی، یعنی کسی اونجا نیست. هیچ شادمانی و لذتی در زندگیت وجود نخواهد داشت. ارتباط و تجارب تو با سایر و مابقی مردمه که به زندگیت لذت، معنا و هدف میده و درست به همین دلیل روابط تو هم بیش از هر چیز دیگی زندگیت رو تحت تاثیر قرار میده. برای رسیدن به زندگی رویاییت مهمترین چیز اینه که درک کنی چطور روابطت رو توی زندگی فعلیت تأثیر میذاره و همینطور این رو باید متوجه بشی که چطور این روابط قدرتمندترین کانال‌های شکرگزاری هستن تا تو ایجاد تغییر و تحول اعجازآمیز رو توی زندگیت شروع کنی. امروزه علم خرد فرزانگان گذشته رو تایید میکنه. تحقیقات و پژوهش‌ها نشون میده که افرادی که تشکر و قدردانی میکنن روابط صمیمانه تری دارن و بیشتر با خانواده و دوستانشون ارتباط برقرار میکنن. البته که بقیه مردم هم به اونها نظر لطف دارن، اما احتمالاً حیرت برانگیزترین آمار برگرفته از بررسی تحقیقات حاکی از اونه که برای کسی که از فرد دیگه‌ای شکایت میکنه، خواه توی ذهنش خواه به صورت زبانی، باید 10 مورد محبت در مورد اون فرد وجود داشته باشه تا رابطه شکوفا بشه. اگه کمتر از 10 مورد باشه، برای کسی که گله میکنه و چنانچه این رابطه زندگی زناشویش باشه، به احتمال قوی متاسفانه به طلاق منجر میشه. قدردانی باعث شکوفایی روابط میشه. به محض اینکه قدردانی رو به هر نوع رابطه‌ای وارد کنی، به شکل معجزه‌آسا شاهد وفور شادی و موارد خوب داخل رابطت میشی. قدردانی نه تنها روابط تو رو متحول میکنه، بلکه خودت رو هم دگرگون میکنه. مهم نیست که در این لحظه چه خلق و خویی داری. قدردانی و شکرگزاری تو رو صبورتر، فهمیده‌تر، دلسوزتر و با محبت‌تر میکنه. اونم به حدی که حتی خودت باورت نمیشه. آزردگی و رنجشی که زمانی که در زندگی مشترکت احساس میکردی و آه و ناله‌ای که سر میدادی، همشون محو میشن. چون وقتی تو واقعا در قبال فرد دیگه‌ای هم حق شناس باشی، در مورد اون شخص دیگه چیزی وجود نداره که بخوای تغییرش بدی. تو دیگه از اون انتقاد یا شکایت نمی کنی، چون حسابی سرگرم شکرگزاری بابت خوبیای اون هستی. در حقیقت بعد از این که تو شکرگزاری و قدردانی بکنی، حتی دیگه قادر به دیدن اون چیزی که قبلا عادت داشتی توی زندگی در موردش گله و شکایت کنی هم نیستی. دوست خوبم، کلمات بسیار قدرتمندند. از وقتی که تو در مورد کسی دیگه گلایه و شکایت میکنی، در واقع داری به زندگی خودت هم لطمه میزنی و زندگی خوده که داره بغرنج تر میشه. طبق قانون جذب در مورد هر کس دیگه‌ای هر فکری کنی یا هر حرفی بزنی، همون رو به سمت خودت جذب میکنی. به همین دلیل که بزرگترین متفکران و آموزگاران دنیا به ما گفتن که شاکر و قدردان باش. اونا میدونستن برای اینکه نعمتهای بیشتری توی زندگی دریافت کنی و اونا رو به شکل
معجزات افزایش بدی، باید در قبال دیگران صرفاً به خاطر همون که هستن قدردان باشی. چه احساسی به دست میداد وقتی اتفاق میافتاد؟ تمرین معجزه‌آسای روز سوم قدردانی از افراد صرفاً همونطور که هستن، نه اونطور که تو میخوای باشن. حتی اگه تمامی روابط فعلی تو خوب باشه، با این تمرین عالی تر میشه و با پیدا کردن هر موردی که سزاوار شکرگزاری و قدردانی در فردی باشه، متوجه میشی که قدردانی و سپاس اعجاز خیره کننده خودش رو انجام میده و روابط تو حتی قوی‌تر، پربارتر و ارزشمندتر از حد تصورت میشه. پس برای این کار از بین نزدیکترین افرادی که با اونها رابطه داری و شایسته قدردانی هستند 3 نفر رو انتخاب کن. این 3 نفری که انتخاب میکنی میتونه همسر، پدر، پسر، برادر، خواهر، همکار یا حتی خواهرت باشه. میتونی صمیمی‌ترین دوست، مادر بزرگ یا حتی داییت رو انتخاب کنی. میتونی 3 نفری رو که از خودت مهم هستن انتخاب کنی، به شرط اینکه از هر کدومشون یه عکس داشته باشی. چه عکس تکی باشه، چه عکسی از خودت و اون آدم با هم. به محض اینکه 3 نفر و روابطت عکس‌ها رو انتخاب کردی، حالا آماده‌ای که برای معجزه دست به کار بشی. کاری که باید بکنی اینه: بشین و درباره ویژگی‌های هر کدوم از اونا که بیش از همه بابتشون قدردان هستی فکر کن. مثلا بهترین ویژگی‌هایی که در این آدم، این فرد میپسندی چه چیزهاییه؟ بهترین خصلت‌های هر کدوم چه چیزهاییه؟ تو میتونی بابت صبر و حوصله، تواناییشون در گوش سپردن آدم‌های دیگه، استعدادهاشون، نقاط ضعف، قضاوت‌های بجاش، خنده، شادی، شوخ طبعی، چشمه‌های زیبایی که دارن، لبخند و یا حتی مهربونی اونا شاکر باشی. تو میتونی بابت کارهای لذت بخشی که همراه اون فرد انجام میدی یا حتی انجام دادی خدا رو شکر کنی. حتی بابت یه زمانی که به خاطر میاری اون شخص فوراً به داد تو رسیده و بهت اهمیت داده و ازت حمایت کرده، میتونی خدا رو شکر کنی. بعد از اینکه مدتی در مورد خصلت‌های ستودنی اون فرد به خصوص فکر کردی، عکسش رو جلوت بذار و 5 مورد در مورد اون آدم که در موردش خیلی شاکر هستی توی دفترچه روزانت بنویس یا توی گوشیت میتونی ثبتش کنی. وقتی فهرست 5 ویژگی رو تهیه میکنی، به عکس اون فرد هم نگاه کن. هر جمله‌ای که می‌نویسی رو با عبارت اعجازآفرین متشکرم و با اسم فرد و مورد شایسته قدردانی شامل کن. به طور مثال، مادر نازنینم، از تو بابت مهربونی‌هات و حمایت‌های مادی و معنویت سپاسگزارم یا متشکرم. یا مثلا فاطمه عزیز، از تو متشکرم که در دوران دانشجویی از من حمایت میکردی و توی درسام بهم کمک میکردی. بعد از اینکه این فهرست در مورد 3 نفر تموم شد، روز سوم با همراه داشتن عکس اونها و گذاشتن اون در جایی که دم دسته و قابل دیدن باشه، باز هم به تمرین ادامه بده. هر موقع که چشمت به عکس افتاد، با ادای عبارت اعجازآمیز متشکرم یا سپاسگزارم و اسم اون فرد ازش قدردانی کن. مادرم، متشکرم، مریم، فاطمه، زهرا، سپاسگزارم. به این ترتیب. اگه زیاد این ور اون ور میری، عکس رو توی کیفت یا جیبت بذار و سعی کن 3 بار در طول روز به اون نگاه کنی و همون روند رو دنبال کنی. حالا تو میدونی چطور با استفاده از قدرت شگفت‌آور تشکر و قدردانی روابط خودت رو به روابط خارق‌العاده‌ای دگرگون کنی.
هرچند الزامی نیست، اما شاید دلت بخواد این تمرین رو هر روز انجام بدی تا تک تک روابطی که داری عالی بشه. میتونی اونا رو برای هر رابطه‌ای هر چند بار دلت بخواد به کار ببری. اشکالی که نداره هیچ، خیلی هم خوبه، چون هر چیزی بیشتر بابت روابط خودت، روابط خوبی که داری قدردان باشی، روابط تو سریعتر به شکل معجزه‌آسا متحول میشه. خب اینم از تمرین روز 3 معجزه شکرگزاری. بازم ممنون که تا اینجا همراه بودی و برای آگاهی خودت، برای حال خوبت، برای آرامشت قدم برمی‌داری. منتظر قسمت بعدی باش، رهاش نکن و تاثیراتش رو ببین. میسپارمت به خدای مهربون. فاطمه هستم، میزبان شما در کانال آرامش روح.